محمد ولد عبدالحمید 21 سال دارد. وی زمانی در عربستان سعودی به دنیا آمده است که پدر و مادرش همچون مهاجری کاری در اینجا قرار داشتند. والدینش بنابر مشکلتر شدن مسائل سند ترتیب دهی برگشته به افغانستان رفتند، ولی محمد نخواسته است همراه خانواده‌اش در آنجا ماند. او همراه دادرانش در یک آشخانه چند نوع طعام می‌فروشد. نیت ندارد که دیگر به وطن پدریش برگردد. قوم‌پرستی زیاد است، بیخ زیاد است. قوم‌پرستی همه خاطر دل انسان نمیشه که برای افغانستان زندگی کنه. باز اینجا خوب است، نه قوم‌پرستی است نه دیگه است. قانون حکومت صحیح باشین هیچ چیز نیست. نه افغانستان رفتگی هستیم، تقریبا 6 ماه استاد شدیم، پس آمدیم، خوش نامد، پس آمدیم. فکر میکنم که از این خاک وطن خودم است. از وطنم خودم از اینجا دوست زیاد داشتم. اینجا را زیاد دوست داشتم چون که پیدا اینجا است، زبانش خوب میدانیم، مردمش خوب میدانیم، همه چیز میدانیم. در همین آشخانه مهاجران دیگری افغانستانی هم هستند که چند سال آخر آمده و کار میکنند. عبدالحنان ولد عبدالرشید از ولایت سریپول افغانستان است. او میگوید هرچند سالهای پیش با علاج در وطنش کار و زندگی میکرد، اما با تغییر یافتن اوضاع سیاسی کشورش کلا مهاجرت را پیشه کرده است. وی در یک آشخانه شهر مکه طعام افغانی میپزد. مجبوری است، یعنی کار نیستن، مجبوری است، مجبوری آمدیم. مقصد کار اینجا خوب است الحمدلله. خوراکی چولگی چیز هست اینجا کار میکنیم، میریم میایم خانه. با گفته همصحبتان من تقریبا در اکثر شهرهای شایگری عربستان سعودی مهاجران و یا گریزه های افغانستانی را واخوردن ممکن است، اما در کنار آنها عائله های هم هستند که به گفتهشان از ناحیه های هممرز با افغانستان کشور تاجیکستان آمدند. حالا 10 عضو خانواده عبدالخلیل ولد قدوس در شهر مدینه زندگی می کنند. به گفته پدر خانواده اصلشان از ناحیه فرخار جنوب تاجیکستان است و در آخر دوران شوروی توسط دیگر کشورها تا به عربستان سعودی رسیدند. عبدالخلیل همراه فرزندانش در نزدیکی مسجد نبوی چند مغازه باز کرده و به تجارت مشغولند. آنها میگویند دیگر بهانه برای برگشت به وطن را ندارند. ما شما آمدیم ای تاجیکستان افغانستان آمدیم، ای افغانستان آمدیم پاکستان، ای پاکستان آمدیم مدینه منوره. این 35 سال میشه ما در مدینه هستیم. ما قدیم مبارک. این زندگی یک روز خوب یک روز خراب، زندگی تیزی بیا. عبدالخلیل ولد قدوس هرچند زادگاهش را یک دهات دوردست تاجیکستان میگوید، اما خانه و حولی و خویش و تبارش در افغانستان بوده است. خود و همسرش تابعیت افغانستان را داشتند، ولی همه فرزندانش در مدینه تولد شدند. به اطلاع سامانه رسمی کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به امور پناهندگان، بیش از 8 میلیون افغانها بیرون از کشور به سر میبرند. تنها در سال 2021 بنابر سبب نزاع این کشور را 1,600,000 نفر ترک کردند. مهاجران افغانستانی میگویند شاید سفر آنها تا زمان اتفاق افتد که دلگرمی برای برگشت به وطن را پیدا کنند. در کشورهای دیگر بیشتر آنها از حساب خدمت رسانی و یا هنرمندی مبلغ به دست میآورند. آرزویم افغانستان آرام شود، جور شود، کل چیز جور شود. باز میریم اونجا افغانستان، در آرزوی خود چی میکنیم اونجا افغانستان؟ در اینجا چی میکنیم؟ باید چقدر مسافری قدر خود نمیشه. میریم وطن خود، هم وطن خود کاروبار میکنیم، همینجا کار جور میکنیم، دیگه میکنیم هر کاری که میکنیم اینجا میکنیم بخیر. حالا افغانستان آرزو داشتیم که صلح و امنیت باشه، قوم‌پرستی گم باشه، وطن ما جور باشه. هم اگه افتخار کنه برای چی میکنه مسافری؟ اگر آرام باشه چی میکنیم مسافری کرده؟ آرام نیست، همون خاطر دلم نمیشه که بریم زندگی کنیم. بیش از 40 سال است که گریزه های افغان همچنان یکی از بزرگترین و طولانی ترین حالت های آواره‌شوی در دایره وکالت کمیسر عالی سازمان ملل متحد عاید به گریزگان را تشکیل میدهند. با شماره رکوردی 28.3 میلیون نفر، یعنی از 3.2 حصه اهالی آن در سال 2023 به کمک های بشردوستانه و حمایت نیاز دارند. به تأکید این سازمان بحران شدید بشردوستانه در افغانستان بدتر شدن را ادامه می‌دهد. گفته می شود که 85% پناهجویان افغان در پاکستان و ایران به سر میبرند.
در سال 2021 حادثه‌هایی که به اشغال طالبان در کابل در ماه اوگوست منجر شدند مهاجرت را در سراسر کشور شدیدتر کردند. در این کشور بیش از 3 میلیون نفر از خانه‌های خود محروم شدند.